من اصلا این دختره به درد من نمیخوره. من باید با این کات کنم. داش رفته خرید شب عید بکنه، شورت توری خریده، میگه واسه تو خریدم باید بپوشی. معلومه من نمیپوشم، مثلا قرمز دوست ندارم. نه مادر من، میگم اصلا دختره به درد من نمیخوره. میگم الان در میدون کتاب دیدم، نه کتابخونه نرفته بوده، دختره جلسه ای، قیمت دو جلسه 1.5. میدونم شما هم تو جلسه دیدین، منظورم اینه که این اصلا زیگیل میزنه اندازه گیلاس. نه به گربه آب نپاشیده چه وقتی داره. آره داداش تحقیقات کردم، دختر خوبیه، ولی میدونی مامانش 4 تا جواهر فروشی داره. خب واسطه ها رو کم کن، واسه شو منبع اصلی مامانه رو بگیر دیوونه. نه نمیام مادر من یه اشتباهی کردم 6 ماه پیش ختنه کردم. تو هر مهمونی میاد داری عکس منو بهش نشون میدی، آبرومو برده دیگه تو فامیل. احمد چطوری داداش؟ دختره که برام اوکی کردی میگه شب یه خونه میخوام دستبندمو بهت نشون بدم. مگه پلیس این؟